مهدی قائدی حرکت میکنه، میزنه و توی دروازه 1-0 به نفع استقلال. جهت رفت محمد رضا اخباری، اما ضرب توپ زیاد بود، زاویه توپ هم خوب بود و 1-0 استقلال با گل مهدی قائدی جلو میفته. 46 گل پس استقلال. ببینیم صحنه رو اینجا با پای راست خوب رفت اخباری، اما زاویه دار و محکم زد مهدی قائدی. حالا به جمع 10 گله های رقابت لیگ برتر خودش اضافه میکنه. استقلال 1 تراکتور 0. سر مطهری تک به تک، آفساید نیست. ببینیم بالاخره دروازه باز میشه یا خیر، و توی دروازه مهدی قائدی دروازه رو باز میکنه. بالاخره بعد از 2-3 تا تک به تک دروازه اخباری باز شد و استقلال 2 تراکتور 0. پر کرده بود اینجا رشد قادری و این بار مهدی قائدی ضربش رو به گوشه زد. علیرغم اینکه دوباره پا باز کرد محمد رضا اخباری، اما نتونست مانع از گل شدن توپ بشه. استقلال 2 تراکتور 0. خوشحالی مهدی قائدی. تاریخ تقابل‌های این تیم با استقلال شد با 3 گل زده. 1 گل از ساقبی جلو افتاد، اونجا اشتباه مهدی قائدی توپو میگیره و توی دروازه هتریک مهدی قائدی. حالا 12 گله میشه و میرسه به شهریار مقانلو. چه اشتباه مرگباری کرد مدافع تراکتور و گل 4م هم وارد دروازه تیم تراکتور شد. ویران نشون میده خط دفاع تراکتور. اینجا آقا جانپور یه اشتباه مرگبار رو انجام داد و اینجوری تمریش کرد مهدی قائدی. کاری هم دیگه از دست اخباری بر نمیاد و گل 4م رو خورد. حالا قائدی هم به شیخ دیاباته میرسه در تعداد گل‌های زده به تراکتور و 5 گل میشه و تبدیل به بهترین گلزن استقلال در مقابل تراکتور چمرا با شیخ دیاباته و دومین بازیکنی میشه که در مقابل تراکتور هتریک میکنه.